عجیب ترین اشتباهات توی انیمیشن ها. در انیمیشن این ساید آوت وقتی که رایلی به دنیا اومد به وضوح میدیدید که مادرش عینک روی چشاشه، اما وقتی که مادر رو از دید رایلی میبینیم عینک ناپدید میشه. اما در یه صحنه دیگه رایلی داره میدوه و در این تصویر یک کابل رو میبینیم که رنگش سفیده، اما توی صحنه بعدی رنگ کاب سیاه میشه. بعدی بیگ هیرو 6 هست و در این صحنه هیرو با پروفسور کالیگان ملاقات میکنه و میتونید پروفسور رو ببینید که آستین‌های لباسش آبیه، اما وقتی که اینجا دستش رو دراز میکنه رنگ لباسش قرمز میشه و بعدش بازم رنگش به آبی تبدیل میشه. بعدی فیلم هرکوله که اشتباهشون واقعا عجیبه. بیایید با هم این صحنه رو ببینیم. هرکول وارد یه غاری میشه که پایینش آبه و داخل آب روح وجود داره و بلافاصله هرکول سعی میکنه روح رو بگیره. بعدش هرکول رو میبینیم که رفته اون بالا و بعدش دوباره به اون آب شیرجه میزنه. این صحنه علم فیزیک رو زخمی کرد.